امیدوارم که حال همه خوب باشه. دیروز که ویدیوی برپیمو گذاشتم خیلی کامنت گرفتم که شنا زدن این مدلی نیست و اشتباه شنا میزنی و این همه سال ورزش میکنی شنا رو هنوز یاد نگرفتی. دوستان اون برپی بود، اون حرکت برپی بود. الان یه حرکت برپی رو براتون میزنم. البته برپی over the dumbbell بود. الان میخوام حرکت برپی رو بزنم و تفاوتش رو با پوشاپ یا همون شنایی که شما میگین رو بهتون نشون بدم. اول برپی. توی حرکت برپی وای نیستی، توی 100 ثانیه بدنت باید بخوره به زمین. جامپ. یه بار دیگه جامپ. یکی دیگه جامپ. که توی آورد دمبل من وسط بود، من سر جامپ نمی کردم، میمدم این بردم و جامپ میکردم. حالا پوشاپ یا شنا. پوشاپ تمام بدن رو زمینه و لگن شکم بالا تنه همزمان میاد بالا. این یه حرکت برای افراد مبتدی که روی زانو میزنن. این حرکت که یه مدل هم هند ریلیز پوشاپ داریم که دست باید بلند شه. خب اینم تفاوت برپی و پوشاپ. امیدوارم که برای همه مفید باشه.